سلام خدمت دوستان عزیز. امروز در خدمتتون هستیم با یه نمونه از کمیابترین ساعت‌های ترانزیستوری. این ساعت همونطور که اینجا نوشته ترانزیستوریه و مارک معتبر و قدیمی ناسیونال. البته سیتیزنای دو باتری، سیتیزنایی که دو تا باتری از داخل کار میخوره نه پشت کار، و یه مدل هست به نام مدل کانکور که عمدتاً کم به چشتون خورده. اون نیز موتورش همین موتوره، یعنی تقریبا همشون که ژاپنی هن، ولی موتور اون با اینا یکیه، ولی ناسیونالش کمتره، بعد کنکورش و بعد میرسه به سیتیزنش باز نسبت به اینا انبوتره. سیتیزن اما سه مدل داریم. یه سیتیزن داریم موتور ساعت ریتم تک باتری داخلشه که از پشت کار میخوره. یه مدل سیتیزن داریم که همه مثل این کنکوری دو باتری از داخل صفحه است. یه مدل دیگه داریم تک باتری از پشت تقویم موتور ژوکیه که معمولا تقویم اونا به صورت تقویم مثلا قدیمی نوشته شده، مثلا شنبه یک شنبه آدینه اینجوری نوشته شده. راه اندازی این باتری مثل راه اندازی سیکوه. این قاب باتری ساعتی که عمدتا ساعتایی که خوب ازشون نگهداری شده اینش هست، ولی بیشتر از ساعتها اینو ندارن که باتری به این صورت داخل قابش قرار میگیره و اینجا قسمت فنر میره داخلش و این چاکی که داره تا به این صورت بره داخل. سمت راست کار باتری زنگ ساعت و سمت چپ باتری کارکرد ساعته. این باتری الان انداخته شد. خب تعادلی میزونی این ساعت، حالا بنده از موتورش براتون میگیرم. این ساعت هم مثل ساعت سیکو لنگر داره قسمت بالاش و سیم پیچ داره و شما باید تعادل اینو با این شاغل کنیم، با این هم ترازیش که هیچی، جلو عقبی سیم پیچش هم باید داشته باشین که با این دوتا پیچی که داره همون طبق ساعت سیکویی که گفته بودم، توضیحاتی که داده بودم چجوری میزون میشه، این هم همون جوریه. راه اندازیش هم که الان من باتریاشو گذاشتم، یه تکوم کوچولو میتونم بدم، خودش کم کم دور میگیره و زیاد میشه و میتونم یه تکوم محکمم بهش بدم که باز خودش کم کم به اون حد نرمال خودش میرسه. حالا میریم کارکرد زنگش داشته باشیم.
حالا این تا خودش بره جلو زنگ بزنه شما نگاه کنید. بعد یه چیز دیگه میخوایم ببینید ساعت داره کارکرد خوبی داره یا نه. این ترازیش هم میتونین در بیارین اگه این قسمت رو نداشت و ترازی نداشتین. تا این پیچ تنظیم سیم پیچ باید پاندول بیاد و تا این یکی بره برگرده، فراتر از اینا نباید بره. یه چیز دیگه که خیلی جالب بود، روی درب کار این قسمت نوشته شده اینکه مدل ساعته، بعد طریقی راه اندازیش گذاشته، نوشته باتریال قرار بدین داخلش و ساعت راه میفته و دوباره همون توضیحاتی که با پاندول رو بپیچونیم بیاریم پایین مثبت برای جلو عقبیشو گفته. یه چیز دیگه نوشته که نوشته سلولا یا همون باتریا رو هر سال عوض کنید و هر 2 الی 3 سال یک بار برای کارکرد بهتر ساعت سرویس انجام بدید. خیلی خب دوستان گرامی، به تقویم ساعت توجه داشته باشید. تنظیم تقویمش هم به این صورت که این قسمت زبونکی داره برای تنظیم روزش، یعنی این جمعه برمیگرده با عقب، پنجشنبه اینو باید برگردین عقب برین جلو، روزم عوض میکنه باهاش. بعد این قسمت هم همون زبونه داره برای روزشه، پنجم، ششم، هفتم. اینو مثلا میخوایم بکنیم مثلا دهم، الان مثلا من میکنمش اینو شنبه دهم. الان دقت داشته باشین، من اینو باید برم جلو دونه دونه این عوض بشه، بعد عقبم میتونم برگردم. دیدی میایم روی 9 یه دونه میریم جلو، میاد جلو، برمیگردیم عقب، دوباره یکی دیگه میریم، به این صورت عوض میشه. الان این دهم، بعد این هم که عقبی میرم تا روزش باش عوض نشه. این پنجشنبه، چهارشنبه، سه شنبه، دوشنبه، یک شنبه، اینم شنبه. الان من به این سم برم میشه یک شنبه 11. چند تا مورد خاصی داره این ساعت، چند تا چیز خاصی داره داخلش. دیدم بنده که انشالله داخل ویدیو موتوربازه، یعنی صفحش رو وا کردم اونجا بهتون میگم چند نکته جالبی که این ساعت داره رو. این ساعت هم شیشه بالاش یه مربع ساده است، یعنی قوسی چیزی نداره، ولی شیشه پایینش طرح داره، نقش و نگارهایی داره. حالا داخل ویدیو میشه شیشه پایینش نقش و نگارهایی داره. مارک ناسیونال و اینا ژاپن. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.